سلام، من امیرم و این اولین قسمت از مووی مگ فارسیه. تو این قسمت قراره به شما 10 تا از ترسناکترین فیلم ها رو معرفی کنیم. رتبه 10 فیلم تاکتومی. داستان چند تا تینیجره که یاد میگیرن با یه دست مومیایی شده رو هزار کنن، اما کارشون به جای باریک کشیده میشه و تصادفاً نیروهای ماورایی وحشتناک رو آزاد میکنن. رتبه 9 فیلم هل هاوس LLC. این فیلم درباره مرگ 15 توریست در شب هالووین داخل خونه متروکه است که حالا بعد از گذشت 5 سال چند تا مستندساز قصد دارن دوباره وارد اون خونه بشن و در مورد مرگ اونا حقیقت رو پیدا کنن. رتبه 8 فیلم اسمایل. داستان دکتر روزکوتر را روایت میکنه که بعد از دیدن یه حادثه غیرعادی در ارتباط با یکی از بیماراش اتفاقات ترسناک را تجربه میکنه که نمیتونه برای اونا توضیح پیدا کنه. رتبه 7 کانجورینگ 2. توی این قسمت خانم آقای وارن به شمال لندن سفر میکنن تا به مادری همراه با 4 فرزندش برای رهایی از شر ارواح و شیاطین کمک کنن. رتبه 6 فیلم The Descent. داستان درباره چند تا زنه که به یه سفر مکاشفه داخل در غارها میرن، ولی از شانس بدشون در همون ابتدای سفر تخت سنگی بزرگ روی دهانه غار سقوط میکنه و مسیرشون رو مسدود میکنه و حالا کمی بعد اونا با خطر جدی‌تری روبرو میشن. رتبه 5 کانجورینگ 1. داستان درباره 2 تا متخصص مشهور امور ماورا طبیعیه که قرار عامل تسخیر یه خونه روستایی و وحشت مردم روستا رو پیدا کنن. رتبه 4 اینسیدیوس یا توطئه آمیز. داستان یه خانواده است که به تازگی به خونه جدیدشون نقل مکان کردن و تنها مدتی بعد پسرشون از نردبون میفته و وارد کما میشه. حالا شیاطینی هستن که میخوان از بعد دیگری وارد دنیا بشن و زندگی خودشون رو پس بگیرن. رتبه 3 فیلم اسکینام مارینگ. قبل از گفتن داستان این فیلم باید بهتون میگم که این فیلم کلاً جامپ اسکیر خاصی نداره و بیشتر با اون محیط ترسناکی که ایجاد کرده به ما یه استرس خاصی رو میده. داستان فیلم درباره 2 تا بچه کوچیکه که نصف شب از خواب بیدار میشن و به دنبال پدرشون میگردن، ولی اوضاع کم به هم ریخته میشه. رتبه 2 فیلم هاست یا میزبان. این فیلم درباره 6 تا دوسته که به صورت هفتگی با هم ویدیو کال میکنن و هر کدوم یه برنامه رو اجرا میکنن. حالا این هفته نوبت خالیه و اون قراره که به جای مسابقه یه جلسه ازدار رو برگزار کنه و جیما دوستش با داستان ساختگی که از خودش در میاره باعث حضور یه شیطان توی جمعشون میشه. و بالاخره رتبه 1 سینیستر یا شوم. اسفال آلیسون که این نویسنده واقعی جرم و جنایته برای نوشتن داستان جدیدش وارد یه خونه جدید میشه که قبلا داخل اون جنایتی رخ داده. یه جعبه فیلم 8 میلیمتری پیدا میکنه که برای کمک به نوشتن داستانش فیلم رو نگاه میکنه و متوجه میشه که داخل هر فیلم داستان قتل یه خانواده است که توسط کوچکترین عضو خانواده انجام شده. حالا با نگاه کردن به این فیلم ها متوجه میشه که خانواده خودش در خطره.